بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عشق و مهربانی ها. تا لحظه قیامت این سینه آه دارد، بنشین به خاطر من، این دل گناه دارد. شاید نمیتوانی درد مرا بفهمی، تنهاست آسمانم با آنکه ماه دارد. یه سلام ویژه به دانش آموز بسیار عزیز و دوست داشتنی، دانش آموزایی که سراپا گوش نشستن و میخوان درس زبان انگلیسی رو متوجه بشن که چقدر مشتاقید و اون عده‌ای هم که فراری هستین الان بشینید. مطمئنم که دیگه از این به بعد فراری نخواهید بود. Now are you ready? Are you ready? Yes. Yes, very good. خیلی خوبه. آماده هستیم و آماده هم هستید شما. قطعا میخوایم یک درس پرهیجان رو آغاز کنیم و اون هم درس واژگان هست، یکی از مباحث بسیار بسیار خوب زبان انگلیسی که اصل و اساسش واژه است. یعنی شما تو ریدینگ نیاز به واژه دارین، خود وکب واژه است، تو کلوز تست واژه و گرامر میخواین، همه جا ما واژه به درد، حتی توی گرامر هم واژه به دردمون میخوره. پس بریم سراغ واژگان. بسیار خوب. خیلی خوب بچه گوش کنید. ما اینجا اومدیم و یادیار درست کردیم. همونطور که قبلا گفته بودیم یادیارها یادتون میاره که این واژه چه معنی میداد. پس خوب دقت کنید، کل حواسا اینجا باشه. باریکلا. موبایل هم بذار کنار لطفاً. آفرین، مرسی. بچه کلمه دتور یعنی جاده فرعی، راه فرعی. مثلا اگه من بخوام با این جمله بسازم خب یه خورده سخت میشه برای شما. مثلا من میگم که the road was closed so we had to take a detour. یعنی جاده بسته بود و ما مجبور شدیم که از راه فرعی بریم. خب چقدر کار سخته دیگه، نه؟ اما یه یادیار میگم برای همیشه تو ذهنت میمونه. گوش کن کل حواست اینجا باشه. میگم دتور انداخته بودن ما هم از جاده فرعی رفتیم. دتور انداخته بودن ما هم از راه فرعی رفتیم. چقدر شیوا، روان و زیبا و برقاسا در ذهنت موند. باریکلا که کل حواست اینجاست. موبایلت هم گذاشتی کنار. آفرین. بسیار خوب. بریم سراغ بعدی. فرانک یعنی کسی که رکه. مثلا من میگم to be frank I have to say to you. اگه بخوام بات رک باشم I have to say to you you are a jealous person. اگه بخوام بات رک باشم باید بگم تو آدم حسودی هستی. ببین فرانک یعنی رک بودن. آقا چجوری یادش بگیریم؟ جمله خیلی طولانی بود. گوش کن. باریکلا. میگم فرانک اسم آدم دیگه. فرانک رکه. به همین سرعت و برقاسایی.